سلام عرض ادب خدمت دوستای عزیز. امیدوارم که جانتون جور باشه، تنتون سالم باشه، از گزند روزگار در امان باشین. دوستای عزیز، در یک بلاگ دیگه از ما بسیار زیاد خوش آمدید. ما قراره که بوری دید و بازدید در پیش فامیلا و قوما دیگه همراه از ما باشید. دوستای عزیز که ما در کجا موری در کجا نموری همراه از ما باشید. خب دوستای عزیز، رسیدیم در شهر بلبیان. قراره که بوری در خانه عباس لالیم دیگه. آقا عباس خانهش هم اونجا دیگه. دوستای عزیز دیگه خیلی یک شهر قشنگ عالی زیبای. دوستای عزیز بلبیان بسیار یک شهر قشنگ مربوط کانتون برن میشه. دوستای عزیز دیگه هوا ابری است ولی خیلی گرمه. هوا خیلی معتدل گرم است. دوستای عزیز دیگه با ما باشید. دوستای عزیز تا آخر ما را دنبال کنید. دوستای عزیز
سلام دوباره، امیدوارم که جان چمجور باشه، تنشم سالم باشه، از گزند روزگار در امان باشیم. دوستای عزیز بالاخره رسیدیم خانه عباس لاله. من دست در نکنم، بسیار یک بولانی قشنگ، بولانی گندنه پخته در یاد وطن میگذادم را به خدا، بسیار عالی خوب شی دیگه. مو با سالی دوده نش خورده، دوده نش خورده، خیلی خوشمزه بود. ولی نفهم دوستای عزیز امروز خیلی خنده میگرفت، فهمیدی؟ یعنی چند دفعه ویدیو گرفته باز دوباره امیر رقم خیلی خنده میگیره، نفهم چی رقم زیر تاثیر با سالی چی رقم واسه به خدا دیگه. دست در نکنه دیگه، خصوصا ناقم دست در نکنه، بسیار یک بولانی قشنگ دیگه، جایش خیلی زیاد. سلام و عرض ادب خدمت دوستایی که ما در چنل یوتیوب سجاد جان بیننده هستن. سجاد جان رو خوش آمدید میگم که خانه ما آمده، خیلی خوشحال شدم. واقعا یک دوست خوب صمیمی از ما است، همچنان هردیم تقریبا باجه میشیم. امروز یک بولانی جفتیم، البته بولانی گندنه خود یک گندنه کس از باغچه سلام. هم دیگه سلام. دوستای عزیز، بعد بولانی خوردن تصمیمم می شد که بریم در پارک با فامیل محترم عباس لالمه. دستش در نکنه، امروز بسیار زیاد زحمت کشید، خصوصا آقای ما دیگه. چای و کیک و خربوزه و باغ و میوه با خود بردیم. دوستای عزیز بسیار خوش گذشت.
دوستای عزیز، یک چند دقیقه دور همی با هم میشنادم، صحبت منه، قصه منه، درد دل منه، خنده منه، غم دنیا از دل آدم برون شده. این کشورها خصوصا پدر مادر نیست دیگه، یک دوست خوب، یک فامیل خوب، واقعا همه چیز آدم هست دیگه، هم پدر هست هم مادر هست، همه چیز هست دوستای عزیز. واقعا دیگه آدم دنیا دو روز است، باید با هم دیگر مهربان باشه، صمیمیت داشته باشه، با هم خوب باشه، قدر همدیگر رو بدانه دوستای عزیز. دیگه آدم تا که زنده است با هم خوب باشه.